پایانی بر بزرگترین فیود نسل طلایی دنیای کشتی کج، فیود آندره د جاینت و تد دیبیاس در مقابل هالک هوگن و رندی سویج. مین ایونت های رسولمینیا 3 و 4 یکی از طولانی ترین استوری های نسل خودش اینجا رخ میده در مین ایونت اولین سامر اسلم تاریخ. خب دوستان، خوش اومدید به سری جدید کانال پیرکو یونیورس، یعنی شوکیس مود. در ابتدا ما این بخش جذاب رو با شوکیس سامر اسلم شروع میکنیم و اولین مسابقه اون مسابقه تاریخی هالک هوگان و ماچومن رندی سویج که همین الان هم وارد رینگ میشن در مقابل تد دیبیاسی و آندره د جاینت. اولین مین ایونت تاریخ سامر اسلم. گروه مگا پاورز با ابهت تمام وارد رینگ میشن و آمادن که حریف های خودشون رو زمین بزنن. میس الیزابت، هالک هوگن و ماچومن رندی سویج، سه از بهترین های دوران گلدن ارای WWF همراه همدیگه وارد رینگ میشن و آمادن که به صورت بیبی فیس حریف رو نابود کنن. اما بعد از اونها نوبت گروه هیل داستان میشه. بزرگترین هیل های نسل طلایی تد دیبیاسی، آندره د جاینت و رهبر این گروه بابی د برین هنان بزرگ. تد دیبیاسی و آندره به هم دست میدن و بابی هنان اتحادشون رو محکم تر میکنه. همین آدم بود که آندره د جاینت رو به یک هیل تمام عیار تبدیل کرد. 3 نفری وارد رینگ میشن تا حریف های خودشون رو تسلیم قدرت، ثروت و زور و بازو کنن. نوبتی هم که باشه، نوبت این مسابقه جذابه. ماچومن و تد دیبیاسی مین ایونترهای رسولمینیا 4 کار رو شروع میکنن. آندره همون اول دخالت میکنه و به تد دیبیاسی فرصت میده، ولی نه، ماچومن دست اونو میخونه و یه ضربه زانو میزنه و حالا یه ضربه زانو رو به یه جای دیگه میزنه. آندره رو از رینگ خارج میکنه، ولی تد دیبیاسی با DDT خودشون رو سورپرایز میکنه. حالا ماچومن و هوگان آماده میشن و دبل فیست برس فوق‌العاده. هوگن با مشت خودش از تد دیبیاسی پذیرایی میکنه و چند ضربه زانو رو به پای اون میزنه. هوگن فوق‌العاده عمل کرده. حالا کلوزلاین از هوگن و بادی اسلم مولایی به مولا. حالا هوگن میره سمت آندره مین ایونتر رسولمینیا 3، ولی نه، با کمک بابی هنان آندره یه هدبات به هوگان میزنه، ولی هوگن سر پا میمونه، ولی نه، تد دیبیاسی دست اون رو میخونه، چند ضربه به پای اون میزنه و حالا کلوزلاین فوق‌العاده از تد دیبیاسی. حالا تد دیبیاسی به پای آسیب دیده هوگن فشار میاره و کلوزلاین بعدی خودش هم میزنه. تگ باندره. قول مسابقه وارد میشه. قول مسابقه که نه، نسبت به ضربه مشت هوگن کاملا بی تفاوته و بکن چاپ محکم. حالا آندره د جاینت فشار رو به هوگن وارد میکنه و اون رو زمین میندازه که حالا ماچومن با کراس بادی خودشون رو سورپرایز میکنه، ولی نه، آندره ماساژش سر به هوگن میده. اینقدر این ماساژ خوبه که هوگن خوابش میبره و حالا آندره روی دست هوگن کار میکنه و چه پشتکی با این هیکل. فوق‌العاده که هوگن آندره رو زمین میزنه، ولی بابی د برین هنان اجازه تگ نمیده. واقعا یه هیل عالی بوده. حالا فیست برست از آندره به هوگن که انزیگیری میخوره. فوق‌العاده هوگن. حالا هوگن آندره رو زمین میزنه و برهاگ اون رو کاملا بلند میکنه. فوق‌العاده، ولی آندره خیلی سریع با کمک تد دیبیاسی خودش رو خلاص میکنه. حالا ضربه مشت از آندره و 2 مشت سنگین. تگ با ماچومن. بالاخره ماچومن وارد رینگ میشه و آندره رو زمین میزنه.
حالا یه مشت و دراپ کیک به تد دیبیاسی، ضربه مشت از ماچومن، سویساید تایپ به بابی هنان. حالا هوگن وارد رینگ میشه ولی کلوزلاین میخوره و دبل هند چوکستم از آندره به ماچومن. همچنان قول مسابقه است که نه، ماچومن هوریکن رانا اجرا میکنه و ضربه یه نی میزنه به آندره جاینت. حالا چشم اون آسیب میزنه، به چشم قول مسابقه آسیب میزنه. حالا یک کلوزلاین و کلوزلاین دوم، هر دو میافتن. تگ با هوگن و اونورم تگ با تد دیبیاسی. حالا ضربات مشت پیگرمی از تدی و حالا یه سوپلکس مولایی از تد دیبیاسی به هالک هوگن. کاور میکنه، داور از روی آندر میپره ولی نه، داور پای تد دیبیاسی رو روی تنابا میبینه و حالا فیس برست و تگ خیلی سریع با آندره جاینت. چیتش جواب نمیده. بابی برنیمن چرا اومد تو رینگ و شولدر فوق‌العاده از آندره و حالا هم بانزای دراپ فینیشر خودش رو اجرا میکنه ولی ماچومن نمیذاره که برنده مسابقه بشه. حالا ماچومن آندره رو بلند میکنه و پال درایور بی نظیر بوده. حالا بادی اسلم از هوگن، پایان رسول مینی تکرار میشه و لگ دراپ از هوگن، تگ با رندی سویج. حالا رندی سویج البود رو اجرا میکنه، کاور ولی حالا تد دیبیاسیه که کیک اوت میکنه. مسابقه عالی و سویج البود دوم. حالا هدبات از آندره، بیگ بوت از آندره جلوی هوگن و حالا اسپلش که این بار هوگنه که کاور رو خراب میکنه ولی آندره اون هم بلند میکنه و از رینگ به بیرون میندازه. قول بی قید و شرط مسابقه ماچومن رو خفه میکنه و حالا آماده میشه برای بوستون کراپ. مومنتوم کاملا در دست گروه هیل هاست. حالا رندی سویج کنار هوگن افتاده و بله اون رو نابود میکنه. پرتاب ماچومن رندی سویج با آسمان ها. حالا آندره ماچومن رو به گوشه رینگ میکوبه، میره کنار که هوگن اون رو به تنابها میکوبه، همون بلایی که سر ماچومن آورده. حالا البو دراپ، بابی هنان خوشحاله، دو و کیک اوت از رندی سویج. حالا آندره میخواد چی کار کنه؟ ماچومن نابود شده به معنای کلمه و بانزای دراپ از روی تاپ روپ. کاور دوباره، یک دو ولی کیک اوت از رندی سویج. باور نکردنیه. حالا تد دیبیاسی اسپلش روی کمر رندی میزنه و تگ با آندره، یه هیل واقعی تد دیبیاسی. و حالا رندی سویج جدا در میاره، مظلوم نمایی میکنه و تگ با هوگن. آندره کاریش نداره، برهای از هوگن که دوباره هیل واقعی تد دیبیاسی میاد ولی هوگن اون رو از رینگ خارج میکنه و استاندش میکنه. حالا هوگن میره برای لگ دراپ کاور میکنه، داور شروع به شمارش میکنه، یک دو و کیک اوت از آندره. باور نکردنی. مسابقه فرا شاهکاری رو داریم میبینیم. حالا دوباره تگ سر ماچومن رو به پای تد دیبیاسی میکوبن. حالا تد دیبیاسی نمیتونه لگتش رو بزنه، اون واقعا ضعیفه ولی نه، ضربه زانو به ماچومن و دوباره تگ با آندره. جرأت توی رینگ موندن رو نداره و به هیل و جاینت مچ اعتماد میکنه. اجازه بانسایی دراپ رو نمیده. ماچومن دراپ کیک میزنه با آندره جاینت، روی کمر آندره چنگ میندازه. حالا ضربه آرنج ولی اون رو پرتاب میکنه، کلوزلاین جا خالی میده. حالا آندره میره برای پاور اسلم و پاور اسلم فوق‌العاده سر ماچومن رو به زانوی خودش میکوبه. ماچومن توی این مسابقه نابود شده. تگ با هوگن،
هوگن وارد میشه شولدر آندره. حالا هوگن روی تاپ روپه و البو دراپ رو جا خالی میده. اجازه اجرا کردن فینیشر رندی سویج رو نمیده و هوگن دوباره آندره رو بلند میکنه. تگ با رندی سویج بالاخره میتونه یکم مومنتوم رو داشته باشه. اول میره سراغ هیل مچ ولی نه، البو دراپ بعدی از آندره. ماچومن همچنان کتک خوره. دوباره تگ با تد دیبیاسی. تدی کاور میکنه. چقدر واقعی شد. هوگن از رینگ خارج میشه. حالا تد دیبیاسی $1,000,000 لاک رو اجرا میکنه با ساب میشن و فینیشر خودش میخواد کارو تموم کنه ولی ماچومن خودش رو آزاد میکنه و ضربه البود از ماچومن. حالا ضربه نی از ماچومن به تد دیبیاسی اجازه نی دوم رو نمیده. حالا میس الیزابت آیرش ویپ کیو نداره. تدی رو به گوشی کوبوند. کلوزلاین فوق‌العاده و سلقلی از تد دیبیاسی. حالا رندی سویج البود روی کمر تد دیبیاسی کاور میکنه. 1 2 و کیک اوت. چقدر دخالت میس الیزابت آیکانیک شد. حالا حواس آندره رو پرت میکنه. البو دراپ یه جا خالی و سر آندره رو با البود خودش خونی میکنه. تگ با هوگن که بیاد و کار رو تموم کنه و البو دراپ به سبک رندی سویج. حالا ضربه مشت به صورت آندره و با نی میره توی کمر اون. بیگ بوت از هوگان. بادی اسلم به تد دیبیاسی و لگ دراپ به اون. حالا میره سراغ آندره. بادی اسلم به آندره و در نهایت آخرین لگ دراپ به اون اجرا میشه. داور شروع به شمارش میکنه. 1 2 و کیک اوت از آندره. چه مسابقه ای. حالا هوگن با ضربه مشت معروف اون زمان دراپ کیک از ماچومن به تد دیبیاسی رول میکنه. 2 و 3 با ضربه مشت خاص و رول میتونن گروه مگا باکس رو شکست بدن و برندگان بی قید و شرط گروه تاریخی مگا پاورز همدیگه رو بغل میکنن و هاک هوگان دست ماچومن رو بالا میبره. ماچومن طوری ادعا میکنه که همه چیز خوب و عالیه ولی مایی که مین ایونت رسولمنیا 5 رو دیدیم حقیقت رو میدونیم. امیدوارم لذت برده باشید گایز.